رشد رقم‌کنونی خدمت‌رسانی‌های مالیوی و سقراطی تحت این عنوان در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان همایش علمی برگزار گردید. در کار همایش استادان و کارشناسان ورزیده ساحه از تحول بی‌نظیر و کم سابقه رشد رقمی در ساحه مالیه و سقراطی ابراز نظر و تبادل افکار نمودند. تذکر داده شد که اینوواسیا و رقمی شوی امکان داده است تا در 10 سال اخیر سرعت رشد اقتصادی رقمی نسبت به رشد اقتصادی جهانی 2.5 مرتبه افزایش یافته. حصه اقتصاد رقمی به حساب میانه بیش از 15% مجموع محصولات داخلی گلوبالی را تشکیل دهد که این نشان دهنده برای دولت‌های العاده تا 40% به مشاهده می‌رسد. در این جوربینی سمیناری نوبتی در موضوع رشد رقم‌کنونی خدمت‌رسانی مالی و سقراطی رفته ایستاده است. در اینجا در دانشجویان کورس‌های سوم و چهارم اوید به رشد رقم‌کنونی خدمت‌رسانی مالی و خدمت‌رسانی راهنما پیشکش کرده شد. مقصد از اون عبارت است که در برابر رشد اینستیتوت‌های مالیوی رشد ساحه سقراطی نیز پیش رود. در کار همایش دانشمندان در مسائل رشد رقم‌کنونی خدمت‌رسانی‌های مالیوی در مرحله امروزه نقش تشکیلات‌های سقراطی در رشد بازار سقراطی کشور و 5 ساله رقم‌کنونی اساس رشد استوار اقتصادیات موروثه‌ها نموده به دانشجویان از تحولات چشمرس این ساحه ابراز نظر نمودند. در معروضه‌های امروزه مهمانان و هیئت آموزگاران اوید به مسئله بسیار مهمی که در تاجیکستان رسیدگی شده ایستاده است، فکر اندیشه ها بیان کرده شده ایستاده است و این امکانیت می‌دهد که شاگردان ما از مسئله نام برده برای خود یگان چیزهای نو گیرند. برای رشد اقتصادی جمهوری تاجیکستان و تیار کردن کادرهای بلند اختصاص چنین میزهای مدور امکانیتی خوب فراهم می‌آورد. رشد یافتن تکنولوژی‌های رقمی در تاجیکستان برای رسیدن به همه هدف‌های رشد استوار اهمیت مهم دارد. برای فراهم آوردن رشد استوار اقتصادی و بلند برداشتن رقابت‌پذیری جمهوری تاجیکستان وسیع جاری نمودن تکنولوژی رقمی تقاضای زمان بوده، یک از مسائل‌های مبرم به حساب می‌رود.